بی‌طرف هم نباش. یک افتخار افغانایی است که والا ما مردم بی‌طرف هستیم. وقتی یک جای ظلم صورت میگیره و تو بی‌طرف هستی، یعنی طرفداری ظالمه کردی. ما قرار نیست بی‌طرف باشیم، ما قرار است طرفدار حق باشیم. در کجای دین گفته تو بی‌طرف باش؟ در دین مسئولیت است تو از حق دفاع کن. وقتی یک جایی میبینی یک حقی زیر پای میشه و تو تیرت میاری، تو بی‌طرف نیستی، تو بی غیرت هستی. تو باید از اونجا دفاع کنی. یا لفظ تو میگم یعنی ما هر کس که یعنی میباشه، تو خود توی غیرت داریم و تو حداقل غیرت کردیم که آمدیم سمینار، یک غیرت ثابت ساختیم. ولی یعنی اگر یک جای حقی پایمال میشه و ما برای خود نمیاریم و نامش میمونیم بی‌طرفی، بی‌طرفی نیست، این بی‌غیرتی است، این بی‌عزتی است، این حتی بی‌دینی است. بنابراین یاد ما باشه که ما در قضايا مهم قرار نیست بی‌طرف باشیم.